خیلی خوش اومدید به چنل فیلم فولک. امروز قراره راجع به حواشی‌ها و نقد فیلم جوکر 2 صحبت کنیم. اول از همه میریم سراغ حواشی‌ها و صحبت‌های کوئنتین تارانتینو رو آخر این ویدیو راجع بهشون صحبت میکنیم چون جمع‌بندی اونجا قرار داره. اما حواشی که باعث شد فیلم جوکر 2 شکست بخوره. اولین تیر خلاص وقتی زده شد که گفتن لیدی گاگا قرار نقش هارلی کوین بازی کنه و همونجا کامنت های هیت شروع شد. بیاید منطقی نگاه کنیم. لیدی گاگا بازیگر بدی نیست. توی فیلم استاریز بورن واقعا درخشید. اما بحث کجاست؟ بحث اینجاست که فیلم استاریز بورن راجع به یه دختر است که خواننده است. یعنی کاملا میتونه همزاد پنداری بکنه با اون نقش، چون خودش هم در مقطعی از زندگی یه دختری بوده که میخواست خواننده شه. اما نکته کجاست؟ نکته اونجاست که هارلی کوین نقش ساده نیست که هر کسی بتونه بازیش کنه. خیلیا تو این بحبوحه میگفتن باید خود مارگو رابی میومد این نقش بازی میکرد که باید بگیم این موضوع کاملا اشتباهه. چرا که دنیاهای این فیلم ها با همدیگه فرق داره. یعنی چی؟ یعنی توی دنیایی که هارلی کوینش مارگو رابیه، بتمنش بن افلکه، که میشن همون فیلم های فرانچایز دیسی که زیادم اصلا خوب نیستن. اما این دنیاش فرق داره. جوکر اون دنیا جرد لتو بازیش میکنه. این دنیا کاملا فرق داره و یک یونیورس دیگه در یک تاریخ و زمان و مکان دیگه ایه. و اینکه بخواد بازیگر جفتشون یک نفر باشه اصلا درست نیست. اما اینکه باید لیدی گاگا میمون، به نظر منم نه، چون لیدی گاگا بازیگری نیست که بتونه نقشی که انقدر تیپیکاله رو به درستی بازی کنه و خب جلوتر هم بهش میپردازیم که واقعا هم نتونسته درست بازیش کنه. اما از طرفی تیر خلاص بعدی وقتی بود که گفتن فیلم موزیکاله. خب منم باز کاملا حق میدم به عنوان کسی که اتفاقا فن فیلم های موزیکال هستم. اما جوکر اون دنیاش دنیایی نیست که یک فیلم موزیکال روش بشینه. اما باز به خودم این چیزها رو خواستم بدم که آقا شاید خوبه. اما باز خب جوکر یکم نمره خوبی از منتقدین نگرفت. اگه اشتباه نکنم 63 بود. اما خب مردم دوستش داشتن. اما این یکی نه تنها مردم و منتقدین همه اصلا نابودش کردن، انقدر داغون بود. اما از اینجا به بعد یه ذره اسپویل وارد صحبتامون میشه، پس اگه فیلمو ندیدید ویدیو رو ببندید و وقتی دیدید برگردید بهش. بستی دیگه. وارد نظر کلی میشیم راجع به این فیلم و راجع به بخش های مختلفش با هم یه ذره گپ میزنیم. اول از همه میریم سراغ نورپردازیش. نورپردازی فیلم واقعاً بی‌نظیره. اصلاً با چشم و روح و روان و همه جای آدم بازی میکنه. کلاً تاد فیلیپس فیلماش رنگ و لعاب خوبی دارن. و جوکر 2 که بی‌نظیر، شاید به نظرم از لحاظ رنگ و نور بهترین فیلمش هم باشه. خیلی رنگ و نورش حرفه‌ایه. اما میرسیم به قاب‌های خوبی هن، اما به تکی. چرا میگم به تکی؟ به دلیل اینکه وقتی اینا کارگردانی میشن و پشت هم قرار میگیرن و قراره به هم کات بخورن، این کات‌ها چند جایی توی فیلم اصلا مخاطبو میپرونه. یعنی من اینجوری هم که آقای تاد فیلیپس یه توپ گرفته انداخته بالا، شوت زده زیرش، بعد وایساده هر جا اون توپ اومده زمین همونجا کاتو زده. یعنی خط فرضی میشکنه نسبتی، یهو از میدیوم کلوز میری روی لانگ شات، بعد خط فرضی هم بدون هیچ دلیلی شکسته شده و یهو سر فیلم اینجوری میپری بالا، اصلا نمیفهمی چی شد. خب یک جمله معروفی هست که نمیدونم از کیه، اینه که قاب خوب قابیه که شما هر وقت ازش اسکرین شات بگیرید بتونید بندازید بک‌گراند دسکتاپتون. و خب این موضوع توی جوکر خیلی رعایت شده، ولی میگم خیلی وقتا اینها وقتی قرار به هم دیگه کات بخورن، کات های بدی میخورن و مخاطب اصلا میپره، مغزش تلنگش در میره.
خب اما از اون طرف خب صدای خیلی خوبیه، موسیقی متن خیلی خوبه و دقیقاً اینجا نقد اصلی منه. آلبوم نمیسازی، داری فیلم میسازی. خب آره لیدی گاگا خیلی آهنگای خوبی برای این فیلم در نظر گرفته و خونده و واقعاً گوش دادن به اون آهنگا لذت بخشه، ولی بابا این فیلم جای این کارا نیست. خب میدونستی لیدی گاگا رو بیاری فقط موسیقی متن تو بسازه، آوردی کردیش بازیگر نقش مکمل زنت و واقعا گن میزنه، اونم وقتی که بغل واکین فینیکس بی‌نظیر بازی میکنه و واقعا روانی بودن ها از نگاهش میشه فهمید، از بدنش میشه فهمید و لیدی گاگا به خدا از من سالمتره. این روانیه، اگه این روانیه که من باید برم تیمارستان بستریشم خدا وکیلی. و از اون طرف میپردازیم به جاهایی که فیلم موزیکاله و توش موسیقی خونده میشه. کلن به دو صورت شکل میگیره. یکی وقتاییه که جوکر تو خیالات خودشه، چشماشو بسته، بعضی وقتا تو انفرادی، بعضی وقتا توی فکر و خیال، و توی یک سالن نمایش تئاتری دارن با هارلی کوین یا همون لیدی گاگا اجرا میکنن و موزیکال اجرا میکنن و بی‌نظیره. یعنی اگر موزیکال بودن فیلم فقط به اینها ختم شد، هیچ حرفی نداشتم، هیچ نقد منفی به موزیکال بودنش نداشتم، ولی اینها فقط 30% فیلمه. از بخشای موزیکال فقط 30%شه که تو اون خیالاته، 70%ش حین صحنه‌های واقعیه. وقتی که داره ازش بازجویی میشه و وسط اون بازجویی یهو بلند میشه آهنگ عاشقانه میخونه برای هارلی کوین و رسما کل اباحت اون صحنه رو میبره زیر سوال و به قول دیالوگ خود قاضی دادگاه ها انگار اینجا یه سالن کمدیه. اصلا خیلی نابوده وقتی که میره و میشینه یهو داره بازجویی میشه ازش، یهو بلند میشه آهنگ میخونه، بعد من تو رو دوستت دارم، بعد اون یکی میزنه شیشه میشکونه تلویزیون میره. بابا حالا خدا وکیل. ببین اینجاش خیلی ناامید کننده است، یعنی چون لیدی گاگا خواننده است بکنیمش هارلی کوین که هارلی کوین آهنگای زیبایی بخونه و گند بزنیم به بازی نقش هارلی کوین و دقیقاً هم همین اتفاق میفته. واقعا بازی خوبی نداره لیدی گاگا تو این فیلم، یه آدم بته، خیلی معمولیه، نه روانیه نه عشقی ازش میفهمی، هیچی ازش نمیفهمی، به خدا بته، باید بشکنیش. در این حد اینقدر چیز داغونیه، به خدا این آدم نبود این چیزی که ما دیدیم. از اون طرف روند داستان خیلی جا خسته کننده میشد، خیلی جاها. و من یه مشکلی که دارم دیالوگ اولیه که جوکر میگه میشه سیگار بدید به من. یعنی به نظرم وقتی حدوداً 13 دقیقه از فیلم رفته و هیچ دیالوگی نگفته، نه اون سیگار نباید بخواد، میدونی، باید به نظر تو واقعا یه دیالوگ کلیدی بگه. این نظر شخصی منه، حالا زیاد نه مشکلیه نه من میگم مشکله. اما از جهتی خب توی اون تیتراژ اول فیلم میبینیم که یه انیمیشنیه، مثلا سایه خود جوکر میاد اون رو میگیره میره اجرا میکنه، گندا رو میزنه و در آخر میره توی جلدش و خود واکین فینیکس یا همون جوکر اصلی رو میذاره اونجا و پلیسا دستگیرش میکنن. کل منظور فیلم روی این میگذشت که آیا واقعا جوکر یک مریضه و چند شخصیت داره یا نه اون واقعا جوکره و تمام وجودش یک جوکره. و همون تیتراژ اول خب به ما چیزی که میرسونه اینه که آقا اون سایه وقتی میاد یک شخص دوم، ما باید اینو در نظر بگیریم که وقتی میاد و به جای واکین فینیکس میره روی صحنه گندا رو میزنه، بعد که گنداشو زد میره توی جلد واکین فینیکس و پلیسا واکین فینیکس رو دستگیر میکنن. این یعنی این که کل منظور به نظرم میتونه از همین باشه که آقا واکین فینیکس واقعا چند شخصیت داره، یعنی واقعا در اعماق وجودش
جوکر نیست، یک جوکر جداگانه‌ای درش زندگی میکنه که وقتایی که اذیت میشه، وقتایی که تحقیر میشه، اون جوکر بیدار میشه. خب مثل یک هیولایی میمونه که درونش زندگی میکنه و این اتفاقا میفته. از جهتی بازی واکین فینیکس و مونولوگ آخرش تقریبا حدوداً بکنم میشه 1 ربع یا 1 ربع 20 دقیقه پایانی توی دادگاه یک مونولوگ پایانی میگه. شاید هم نیم ساعت بود، دقیق یادم نیست، ولی اون مونولوگ بی‌نظیره. وقتی که میاد صندلی رو میذاره جلوی دوربینا و شروع میکنه حرف زدن، چه بازی و چه مونولوگی. اما چه حیف که بازی بد لیدی گاگا، حواشی که برای فیلم بود، موزیکال بودن بیجاش اینها را خراب کرد. یعنی به نظرم اگر اون 70% موزیکالی که توی حین واقعیت در فیلم اتفاق میفته رو حذف کنیم و فقط اون 30% خیالات جوکر رو بذاریم، مشکل موزیکال بودنش حل میشه. اگر جای لیدی گاگا یکی دیگه واقعا بازی میکرد، یک بازیگر کاربلد بود، این مشکل حل میشد. و بزرگترین باگ های این فیلم دقیقا اینا بود. به نظرم فیلمنامه‌اش زیاد فیلمنامه بدی نبود، فیلمنامه شاهکاری هم نبود، اما فیلمنامه هم نبود که مستحق نمره 5 و 3 باشه. خب ولی خب میگم این انتخابات اشتباه توی کارگردانی به نظرم این مشکلات رو به وجود آورد. موزیکال شدنش، بازی لیدی گاگا توی این فیلم و خیلی وقتا کات های بدی که توی کارگردانی میخورد. به نظرم همه اینا دست به دست هم دادن که جوکر واقعا یک اثر ناامید کننده بشه برای همه طرفدارا. کلام آخر میریم سراغ آقای کوئنتین تارانتینو که گفت این فیلم به شدت فیلم خوبیه و به مزخرفاتی که بقیه میگن گوش ندید. اینجا دقیقا همون جاییه که به نظرم اتفاقا داره درست میگه، اما به عنوان کوئنتین تارانتینو. چرا؟ چون سینما اول و آخر شما باید ازش لذت ببری. اگر با دیدن جوکر 2 ازش لذت میبری، نه به حرف من گوش بده نه هیچ منتقد دیگه‌ای که میگه، البته من که منتقد نیستم، منظورم کلا منتقدانیه که میگن این فیلم بده، به حرف کسی گوش نده و اول و آخر باید از سینما لذت برد. توی تایم‌های خالی نشست، دید و عشق کرد و اگر عشق میکنید با دیدنش، ببینید، عشق کنید و واقعا به مزخرفاتی که بقیه میگن گوش ندید، چون سینما اول آخرش یک لذته. خیلی ممنون که همراهمون بودید و تا اینجا دیدید. لطفاً اگر دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب بزنید. تا یه روز دیگه و یه صحبت دیگه. خدا نگهدار.